سلام و صد سلام. اول یه سلام مخصوص دارم که همراه با 1000 تا درود ویژه تقدیمش میکنم به همه هموطنای کرد، بخصوص جوونای با غیرتی که از مهاباد تا بوکان و مریوان و سردشت رو تبدیل به دشت آتیش کردن و نفس آخوندهای حروم لقمه رو بند آوردن. ماشاءالله ماشاءالله. حالا الان ولی فقیه و شیخ فری به طور اشتراکی دوچار گوگیجه شدن و مدام دنبال رفع رجوع این بحرانن. یه ورق پاره‌شون مینویسه اینقدر قصور مسئولان و رسانه‌های داخلی طولانی شد که عده‌ای جوان در مهاباد که خوراک خبری خود را نتوانسته بودند در داخل تأمین کنند، به داستان سرایی رسانه‌های غربی توجه کردند تا با بجوش آمدن غیرتشان هتل را به آتش بکشند. حالا صبر کن، هتل وزارت اطلاعات دستگرمی بود، نوبت آتیش زدن بیت ولایت هم میرسه. بله این که شنیدید سرگیجه یکی از ورق پاره های حکومتی بود. حالا کیت زدن دادستان کل آخوندا رو ملاحظه کنید. رئیسی دادستان کل رژیم: دشمنان در فضای مجازی و ماهواره‌ها از یک حادثه عادی یک بحران ساختند. یه حادثه عادی بوده؟ خب البته واسه این جماعت قاتل و جانی تعرض به ناموس مردم یه حادثه عادیه، اما واسه مردم ایران عادی نیست، هیچ وقتم عادی نمیشه. حالا بعد از پرت و پلاهای این یارو میرسیم به قاط زدن تیوی ریش و دستپاچگی عظما برای مهار اوضاع. هرچه که بود اوضاع مهاباد را ساعاتی آشفته کرد، آشفتگی که نطفه آن در شبکه‌های مجازی بسته شد. 4 روز بعد از مرگ مشکوک یک دختر که کارمند هتل بوده، به ماجرای مرگ خط به خط اضافه شد و دست به دست چرخید تا این طور روایت ساخته شود که یک مأمور امنیتی قصد سویی داشته. هیچ رد پایی از مظنونین انتظامی و امنیتی در این پرونده نمی باشد. ایشون به خاطر اینکه مشکلی پیش نیادش قصد داشته که از یک بالکنی به یک بالکن دیگه بره که متاسفانه پاشون سر می‌خوره و فوت میکنه. تیوی ریش که میگن یعنی همینا، پشم شیشه ولایت یعنی همین. یه جوری میگه هیچ رد پایی از مظنونین امنیتی نبوده که اگه یکی از گینه بیساو هم اینو بشنوه مطمئن میشه که کار جونورای اطلاعاتی بوده. بعد از 37 سال فکر میکنن با دروغ و پشت هم اندازی و این ادا اطفارا میتونن کسی رو خام کنن. حالا از این تابلوتر استاندار قلابی آذربایجانه، یکی تو دروغ گفتنم ناشیه. این نفر هیچ وابستگی به دولت و نهادهای امنیتی نداره، صرفاً یک نفر بخش خصوصی هست که جهت مشاوره به هتل در رابطه با درجه بندی هتل در واقع میهمان هتل بوده. با جدیت و قاطعیت پیگیر موضوع فوت دختر مرحومشون هستیم. با جدیت مشغول پیگیری هستی؟ چجوری؟ همونجوری که با جدیت پیگیر موضوع اسید پاشی بودی؟ یا اونجوری که پیگیر موضوع کهریزک بودی؟ های بنازم به ضرب 60 جوونای مهابادی که این جونورای حکومتی را اساسی به تته پته انداختن و کاری کردن که این جماعت جانی دارن قبض روح میشن. وقتی هم که قضیه به اینجا میرسه مثل همیشه آخوندا میرن سراغ دشمن اصلیشون و دادشون در میاد که آی. مجاهدین آتش بیار معرکه بودند و در فضای مجازی در میان کاربرانی که بیشترین پست ها و کامنت ها و اخبار را اشاعه میدادند، بیشترین سهم برای سازمان مجاهدین بود. خوشم میاد که آخوندا استاد آدرس دادنن. به محض اینکه ضربان قلب ناقص عظما بالا میره خودشون انگوش میذارن رو اصل داستان و کار بنده موشکاف و ساده میکنن. همینه دیگه آقا جون، همینه. وقتی خر عظما فرو میره تو باتلاق هسته‌ای، وقتی هرچی تو منطقه کاشته باد فنا میشه و کشورها میریزن سرش، خب همین میشه دیگه. اون وقته که لحظه انفجار انبار باروت هم فرا میرسه و قلب ولی فقی میفته تو جیب عباش.
دمتون گرم بچه های کردستان، دمتون گرم جوونای ایرانی. دور کفکردی زدن تو فیس آخونداست. بزن که داری خوب میزنی.